میای سر تمرین؟ چی؟ جدی؟ یعنی من نبینم مثلا شالله این تمرینه. وقتی میای سر واقعا میگم وقتی میای جایی همیشه سعی کنین جدی باشه. اسنن حواسم بود بهترین استفاده رو برین. شما این ور وایسی. این گروه آخر این ور وایسی. توپشون با خودشون بیارن. توپم با خودشون بیارن. نه دیگه. آره من میگم این ور وایسی دلیل داره. این گروه آخر اون ور وایسی. به دلیل اینکه این با این بازیکن اینجا قاطی نشه. با کف پای راستت توپو میکشی عقب میدی سمت راست. نگاه کن. میبینی؟ اون مال داری؟ خب تو که نمیبینی عزیزم که. بیا برکم بیا جلوتر بیا بالاتر تمرین ببینی که بعد داخل تمرین من میبینم اکثرتون شل اینا. با کف میکشی عقب میدی حالا نگاه با پای چپ. اینجا که رسیدی دوباره توپو میکشی عقب بیرون پا با بغل پای راست. اینجا که آخر تمرین تموم کردی توپو میذاری میری نفر آخر. بازیکنم که پشت فاصله دارن اگر میبینیم مثلا بازیکن مقابل داره از اون کنز میاد اون عقب اینجا وایستن فاصله رو بدین. سوالی نیست. واسه یه دفعه دیگه برم. نگاه واسه میکشی عقب. نگاه میکشی عقب با پای راستت میکشی عقب میدی سمت راست با بغل پای چپ. خب برگشتش باید با چی بری دیگه؟ با بیرون پا بری دیگه. حتما باید اینی که میکشی نگاه با پای چپ. آره بچه‌ها نگاه کن. حتما وقتی داری توپو نگاه کن با این کف پای راست میکشی باید با بغل چپت ضربه بزنی. از اون ورم که توپو داری برمیگردونی باید با بیرون پا تو بغل پای راستت ضربه بزنی. اوکی؟ سوالی نیست. خب بچه فاصله عقبیا فاصله از اون ور بیام. بریم بریم. نفر اول بره. ببینم چه کار میکنی. تو از این ور بیا. تا نگاه کن تو مال شما باید اول از بیرون پا شروع میشه. اوکی مال شما از بیرون پا نیاز نیست. از اون ور که رسید اینجا باز دوباره همون انجام میدی. بیرون پا بغل پای راست بکش. ببینم چطور میرین. اینجوری فهمیده بودین؟ واسه سخته. باید سخت باشه. این بچه‌ها به خدا قسم 6 7 ساله داخل هنگ کنگ و ژاپن میزنن. شما یعنی اندازه بچه 7 ساله هم نیستین. جدا میگم باید ببینین دیگه. بیا کنار من ببین. نگاه کن. با پای راستت توپو میکشی عقب. اوکی؟ بعد با این کف میدی سمت چپ. نگاه کن میکشی عقب میدی سمت چپ. اینجا که رسید بین دو تا کنز با بغل پای چپ توپو میدی جلو. دوباره با پای راست میکشی عقب با کف میدی چپ پای چپ. اوکی میکشی عقب. این آخر که رسیدی کار نداره دوباره توپو میکشی فقط با پای راست. نگاه کن فقط با پای راست. برگشتش فقط با پای راسته. بیرون پا و بغل پا. اشکال نداره. اشتباه رفتن اشکال نداره. من اشتباه میرم با زور. تاها فاصله. مهدی علیزاده فاصله. برو با داخل. بکش. با کلا. با پای بغل. بکش. با کف. نه بیرونه دیگه. اونجا تاها دید. نگاه. نگاه. آره. خیلی آسونه. تمامه. بچه‌ها کنزار جمع. آروم. کنزار بدیم ما. اینجا سری. توپا هم شوت نکن. توپا رو من ببینم کی شوت کنه.